اگر زنک 5 وقت نمازش خواند و صامت شهرها و ماه مبارک رمضانش روزش گیرد و اطاعت زوجها و شوهرش اگر اطاعت کند دخلت الجنة من ای ابواب الجنة الثمانیة شاء، به جنت از 8 در جنت از کدامش خواهد می درآید. این مرتبه رسیدن به نهایت برای مردها مشکل است، برای آنکه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کی امروز شبانه نماز تهجد خواند؟ ابوبکر صدیق گفتند که من. کی امروز روزه است؟ ابوبکر صدیق گفتند من. کی امروز به جنازه رفت؟ ابوبکر صدیق گفتند من. کی امروز صدقه کرده است؟ ابوبکر صدیق گفتند من. یک چند عملهای خیر پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرد، کی همین کارا کرد؟ گفت فقط ابوبکر من میگه، دیگه هم خاموش. سنی گفتند که ابوبکر از 8 در جنت میدارد. گفتند با وجود این قدر عملهای زیاد، لیکن اگر همین زنک در خانه شوهرش نشسته 5 وقت نمازش خواند، 1 سال به 1 ماه ماه مبارک رمضانش دارد و اطاعت شوهرش کند، پیامبر صلی الله علیه و سلم که از 8 در جنت از کدامش خواهد می‌دارد؟ ببینید که اطاعت شوهر سبب درآمدن به جنت است.